هرچی بیشتر راجع به شکر بدونین بیشتر وحشت میکنین. قند عامل اصلی ایجاد اضافه وزن هست به چند دلیل. یک، وقتی شما قند مصنوعی یا فرآوری شده میخورین، وقتی شکر میخورین، چه خودش و چه یه چیزی که شکر توش هست، بخش satiety response در مغز خاموش میشه، احساس سیری نمیکنی. به همین دلیل کسی که شیرینی میخوره دائم گشنش میشه، همش ضعف داره، انگار اون چیزایی که خورده ثبت نمیشه. دکتر رابرت بلاستیک میگه شما هر چی میخورین اصلا اون مرکز سیری مغز ثبتش نمیکنه، انگار هیچی نخوردی. وقتی که شکر میخوریم در کبد به شکل چربی ذخیره میشه. وقتی که مقدار زیادی فروکتوز متابولیزم میشه در بدن، کبد ناچاره تبدیلش کنه به چربی. یکی از دلایل اصلی چاقی و اضافه وزن اینه. از طرف دیگه محیط رو به شدت اسیدی میکنه، بدن برای اینکه مواد اسیدی رو خنثی کنه بافت چربی دورش میکشه، یه جا حبس میکنه، این خودش چاقی ایجاد میکنه. نکته بعدی اینه که وقتی که شکر وارد بدن میشه به طور انفجاری و ناگهانی انسولین افزایش پیدا میکنه و از اون طرف به شکل ناگهانی انسولین افت میکنه. به محض اینکه این افت اتفاق میفته ضعف میکنی، باید یه چیزی بخوری.